گرنیزون دوشنبه خدمتچی قسم حربی رقم 08145 وزارت مدافعه تاجیکستان سرژانت خرد سیدوف اسمت الله نعمت اللهویچ را بر اساس 4 ماده کودکس جنایتی ماده های غیر قانونی صاحب شدن به واسطه های ترکش، راهزنی، دزدی و جلب نابالغان به صادر کردن جنایت گناهکار شناخته به 22 سال زندان محکوم کرد. سیدوف اسمت الله زاده دهه اسباب جماعت رباط شهر ترسانزاده که در ناحیه رودکی ادای خدمت میکرد با هممسلکانش به حمله های روزانه‌ای مانند به فیلم های هالیوود به نقطه فروش سوزشواری در ناحیه رودکی و ایسور، یک مغازه در جماعت شروره و یک خانه در ناحیه شهرنو گناهکار دانسته شد. اسمت الله سیدوف 22 سال حکم زندانش را در کلانیه های نظامش سنگین باید ادا کند. دادستانی گفت سیدوف در رفت ادای خدمت حربی 1 دکبر سال 2019 تخمینا ساعت 02:20 دقیقه طبق مصلحت پیشکی با شهروند نبیف کاملجان عبدالرحمانویچ و مرتضایف جمشید عبوداللهویچ جهت صادر جنایت روزنی یعنی هجوم با مقصد تصرف مال و ملک غیر با استفاده زوراوری برای حیات و سلامتی خفناک و به مقدار مخصوصا کلان به دست آوردن مال و ملک در روی نقاب پوشیده با کرد و کلتک چوبین مسلح شده به نقطه فروش سوزشواری غیرت 82 واقع در ناحیه رودکی جماعت دهات سر کشتی دهه چارتوت هجوم نموده غیر قانونی وارد بنای کارخانه گشته با کرد و کلتک تهدید نموده بعضی کامرای بنوارگیری آن را از کار برآورده شیشه های نقطه سوزشواری مذکور را شکسته سیدوف با کلتک چوبین به قسمت سر رخزاره و بدن خزینه‌دار محیدینوف یکچند ضربه زده به او جراحت جسمانی رسانیده مرتضایف از داخل سیف آهنین مبلغ 26820 سومانی را تصرف نمودند. غیر از این او تکرارا تخمینا ماه فوریه سال 2020 ساعتهای 01:20 دقیقه شب طبق مصلحت پیشکی با شهروند نبیف با مقصد صادر نمودن جنایت روزنی در روی نقاب پوشیده با کلتک مسلح شده غیر قانونی وارد خانه شهروند خالقوف واقع در ناحیه شهرنو جماعت دهات شهرنو کوچه رحمت الله شده همسر نامبرده عبدالله و را تهدید نموده از او مبلغ پولی و تلواری طلب کرده با مقصد دریافت مبلغ‌های پولی و جواهرات خانه را کوفت و کوف کردند ولی از حالت‌های به اراده آنها وابسته نبوده به قصد تعرضی شدنشان نائل نگشتند. او باز تکرارا شب ششم به 7 مارس سال 2020 تخمینا ساعتهای 02:40 دقیقه دیده دانسته نابالغ خالقوف بحرالدین نوردینویچ را با وعده دریافت مبلغ‌های پولی برای صادر نمودن جنایت مخصوصا وزنین جلب کرده ابیکت خودساخت داخلش مواد ترکنده داشته را گرفته به مغازه نقطه فروش سوزشواری رقم 14 گازپروم نفت تاجیکستان واقع در شهر ایسور هجوم نمودند. سیدوف با مقصد به ترس و هراس آوردن کارمندان نقطه فروش سوزشواری ابیکت خودساخت را نمایشکارانه درگیرانده به داخل مغازه پرتافت که در نتیجه ترکش به عمل آمد. سپس او غیر قانونی وارد مغازه شده با چوب دست تیار شدهش محافظ نقطه مذکور جابروف را لطوکوب نموده از خزینه نقطه مذکور مبلغ 1490 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند.